بیناهای استقامتی 6 آشیانه با حجره‌های فراخ، دالان‌های عظیم و پنت‌هاوس‌های دلفریب شکوه شهرک عالی مقام را افزون می‌سازند. توقفگاه چند قبطه اتومبیلی برای کل ساکنان و مهمانان شهرک عالی مقام. صفت عالی، نقشه معماری عالی، نمود ظاهری عالی، صنعت معماری عالی. خلاصه در شهرک عالی مقام همه چی عالی. شهرک عالی مقام واقع است در بوریش کوچه های زکریای رازی، لو تولستوی، گلدست و حمزه حکیم زاده ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه، یعنی در مرکز شهر. تاج معمار، آفرنده زیبایی در زمینه صفت. سلام علیکم عزیزانی دل. در دو برنامه قبلی مهمان ها با دست های شکسته آمدند و همه ما حیرت زده شدیم. یادتان باشد سلیمان هنرپیشه سینما با دست شکسته آمد و گفت که در یک جای با میکائیل لمنوسف سراینده جوان ماجرا کردند و بر اثر این ماجرا دست سلیمان شکست. ما آنجا تصمیم گرفته بودیم که میکائیل رو در برنامه‌های بعدی دعوت میکنیم تا مفصلات این حادثه رو بگوید و بگوید که چرا دست سلیمان شکست، چه اتفاقی افتاد، کی را زد، چه ماجرا بین هنرمندان سر شد و در کجا آنجا باز کی بود، یعنی کیها بودند. درود میکائیل. سلام علیکم. باور کنین با مخلصان سلام علیکم میگویم. اساسا با پدر با مادران سلام میگویم. به همه ملک بزرگ شریفی مردم مسلمانی جمهوری تاجیکستان سلام خودم میرسونم. بخش ما کم گریپم کمتر زکام شده. بله همین باور که شمال خوردیم تویا بسیارن. بعد کمتر میخوریم عرق میکنیم بریم شمال زده است کمتر در نتیجه است. چی اتفاق افتاد؟ چرا ماجرا سر زد بین شما و سلیمان؟ حادثه ها بسیار میشوند. حادثه ها بسیارند اما حادثه به حادثه دارد. یعنی چی شد؟ ما شدیم با هم روی برنامه نقل کردم، با من برنامه رو تماشا کردم. گفت اکای سلیمان برادری ما است، ما احترام میکنیم، عزت میکنیم اکای سلیمان را و این نامش بهترین است. اکای سلیمان را بسیار ما شدیم، برادر شدیم، با نقل شدیم، با سرود خوانده سبدیم با هم رو. یک کس که خیلی بسیار سرزنش ها با ما بسیار تماشا کردم. گفت با میکائیل دیدیم اینای ما سلام رسونین. ما برنامه را تماشا کردم با من میگم که و علیکم السلام اکای سلیمان جان، سلامت باشین که ما را سلام رسوندین. یک ما پیشک آرزو وای کردم، سلام گرفتم چه علی کردم. سلامت باشین، برادری ما است. هر یک آدم در یوشی هر یک کار میکند. بیاد که از موضوع دور نمیرویم. اول چی شد؟ چرا ماجرا سر زد بین شما؟ وای سرودی اوچتا بگورا خوانده سبدیم که با فکرم کمتر گفت که تو اینجا چه خطا خوانده. من گفتم نه من خطا خوندگی نیستم. سرودی اوچتا بگو. کجای سرود رو خطا خوند؟ خیلی اوچتا بگو دیگه مرا کوسنگا فر به یک ترسقه کسقچنگا. هر چی که گفت اینجا چه ایخه خوندی خطا خوانده. من گفتم ایخه خوندگی نه. بعد مثال همین خیل رازبولو خستند، رازبولو دو چند شدن. یعنی با سرود اراد گرفته بله بله. دیگر ما اهمیت هم ندادیم. بعد رازبول شدیم. بعد بر اومده با سحر شد. نه یعنی چی شد؟ دست چرا شکست؟ دست؟ اما خود چه نمیدونم در چه خیلی حالت بشکست دستی همانی. وای اکای سلیمان با کینو دا بازی میکرد. شما رو کوفت؟ شما رو کوفت؟ یک چند بار زدنی بود که مردم نموندند. شما رو جدا کردند. و با فکرم همو عینی زدن ده مردم قبل میشه با فیلم بلش بید دستش با فیلم در همه چیز زد. افتید به زمین؟ نه در زمین نه، در همین بالای استال با فیلم زد دستش. فهمیدیم اول عینی مثلا ما لیش نما نمیخوام جنگ شو از آذربایجان. مثلا شما گفتید که سلیمان حمله کرد میخواست بزند، آدمان او رو داشتند نموندند. شما نخواستید؟ من گفتم من گفتم ای بای گفتم شرم گفتم گفتم با گشتم بعد سنش مشخوی گفتم که با اینجا گفتم باتری کینوی ماست کنیز گفتم همه را بزنی گفتم سنش. بعد گفتم اینجا گفتم کینو نیست گفتم همه را بزنی گفتم میزنن گفتم سنش. دیگه همجا مشخوی دیگه خیلی مناقشه خیلی سر شده. با من تماشا کردم. با گفته است که میکائیل وای کی بود است وای چیش میگن چینم داره
من هر یک سوال را یعنی نمیشناختم نمیشناخت اگر من مثال همون کینو شب رو آورده بود اما اکای سلیمان من یکم بردم چه شناختمشم شاید او در نظر داشت که شناس نبودید تا این لحظه شاید همین رو گپ در این نمیروه گپ در این نمیروه که ارزو گپ در پولداری نمیروه گپ در نامداری نمیروه گلانی گپ در احترام حرمت عزت آدم میروه بشناسی نشناسی باید حرمت به جا بیاری که ما ده همین خیله ما دیگه شا نمیدونم کی چه خیله کی چه خیل نیست مثال من بسیار مرکو میرم مرکوی ثروتمند میرم مرکوی کم بغل هم میرم من شنیدم که اونجا باز هنرمندان دیگر نیز بودند کیها بودند اونجا نمیدونم دیگر کی بود چطور نمیدونید نمیدونم دیگه ما همین ایلا چیخمون جواب گفتم خاطره شما ضعیف است فراموش میکنید فراموش خاطر شده ببین از با فیلم گریپ دیدم برایم قدر دقیقاً کی بود اونجا باز بسیار نفرها نشسته بودند که آرزو جان کیها خیلی که باید نامشون گپ زدن در کار نیست در اینجا گفتن در کار نیست ناگفته ها را کم کم نمیگوییم چرا میهرسید نه ما یگون کس نمیهرسم یگون چی نمیشم پس کی بود اونجا باز ممکن نیست چرا شما قول دادید به یگون کس که چیزی ما به یگون کس قول دادی نیستم که وجدانم نمیبردارم چرا با وجدان شما اشتراک دیگر آدمان چی دخل داره مثلا من حاضر میدونم که اینجا کس من هستم میخائیل است و پشت این دستگاه نواربرداری مثلا دیگر بچه ها آدم ها بودند من گفتم نمیشینم گفتم برخی ها میگویند که زیر چشم شما سیاه شده بود نه زیر چشم من بله نه زیر چشم من یگان ضربش رسیدگی نیست نرسیده بود بعد شما کجا رفتید من برفتم پای کار برام شدم با پگش سلیمان کجا رفت اکا سلیمان با فیلم همونجا شدگی بود برادری ما من برنامه را تماشا کردم با مرا راوی گفته است میکائیل راوی است با یک مرچی هنر کم است و مرا میفورم من ملوشم آخی با اما اکا سلیمان را گفته است که مرا نیتول که چلیکم شکستگی او چند جای من شکستگ بیاید او اکا سلیمان ای وقت خولیگم ده ما گشت دیم اما چیزا چی کرده بعد چی شد بعد خیرت همی ده چلیک شما خیرت نگفت که هم بینیم شکسته هم اجوش کسته که در سر ما بیزد چی بالا بشی وقتی من برنامه را تماشا کردم من کار خندیدم گفتم میخائیل خیلی بچه گنده نبود این چی بچه گنده جوز ایس زده چلیک پلیش کسی ایس بینیش کسی وقتی که خندیدم گفتم خیلی حالت ها میشوند هر یک آدم جنگ میکنه با هر یک جنگ با هر یک رزبار با برادر میشوند بعد و خوردید بعد از این حادثه نه من دیگه وا نخوردم چطور وا نخوردید سلیمان گفت که وا خوردیم دست دادیم رفیق شدیم نه در تلفن گپ زدیم من راست گپ میزنم من دیگه زنگ زد گفت خیلی برادر همین خیلی حالت ها میشوند خیلی عصبو وقتی که موجه نسترینمون ساز بود فهمیدن در کار حالتهای فوق‌العاده دارن گفتی ختان استاد انرژی افچه با گفتم راست میگوی هر یک آدم فهمیدن در کار حاضر ما مثال حالتها سلام علیک هست سلام علیک دیگه همچین ندم شه حکم اگه قهر نشیدیم اما احترام حرمت هست یک دیگر فهمی کردیم چی بنی باید یک دیگر فهمی شود یک دیگر فهمی باید اول از سخنرانی آدم باید سر شود نگه که او کی بود چی بود راوی بود ای خیلی بود آفیس بود من نمیشناسمش اقلا میگفت که همو برادر یا که دادرکی ما بود یا که دادری ما همین خیلی خیلی مرا با تیم بود داگون چی کار نکرد با مثال اومد قدش ما برنامه کردک ول مرا خونگیامون میگن که ول برا بچه‌ام ساز گپ زد با خیلی با کم تر ناموس میج قاقی در خونه شما رو گفتن که اگر پرسنت چی بگوید نه مثال اینا نگفتن گفت بچه‌م گفت خودت با عقلی میدونی چی گپ زنی چی گپ نزنی گفت بچه‌م گفت با ما ترا گفت شر نیست گفت با چیکن گفت کاکا گفت زردی تیزی گفت هم که چی گفتم نه گفتم همش حالا ان شاء الله خوب میشه بسیار ما تماشا کردیم اکای سلیمان جان زیق نشو ول بغاز با قطیب بود دیگه کسان جنگ میکنی اکای سلیمان جان با ما میام با پشتی میگیرم با خیلی حالتون بسیار حالتون میشود ما یگان کس گندگیم رسیدگی نیست آدمیزاتی که باقی ما میدرویا چی میوای بفورش بخرم مرحمت من 3 روز پیش کینوی حضرت عیسی را تماشا کردم همین 3 روز پیش آمدند نصیحت کردم حضرت عیسی که دشمنت میگه اگر زدت با این پره رو تبگردم بگوید تگه دایجان بزن یعنی این معنی اون رو دارد که یک دست سلیمان رو شکستید دست دیگریش رو باز میخواهید بشید نه
نه من اینا با او خاطر معنی فکر نکردم. من مثال فهمیشی پیغمبر اخوان حضرت عیسی را فهمیدم. با یک نصیحت دیگه کرده بود که یک با در همون یک زنی فاحشه دیگه هم ای رو گردونده بود. من کنار تماشا کردم که هم ای زنی فاحشه رو گردوندند. گفتن این خیل حضرت عیسی داشه گفت که نکنین این گپا نگین گفت. مثال یعنی خداوند بخشاینده گفت یعنی چه خیلی زنان باشه گفت ممکن توبه کنه خداوند ببخشش. ما این گناه داریم خداوند ما را میبخشه. با یک جنگی ما قتیکه سلیمان کردیم نخواهم دیگر بخشی نکنیم. این روی مردی نیست. راست دیگه برو بگم این درمان نمیزیبد. قریب 2 سال گذشت از صحبتی که داشتیم. بله یادتون هست؟ بله استاد. شادروان منیره اومده بود اونجا با هم. همجا آمدیم شادروان استاد عزیز محترم خدا رحمتی پای منیره گفت میخائیل با گفتم لبه گفتم خیلی نوبتی کیست گفت با گفتم نوبتی من تو من نوبت نمیتی گفت طرف من گشتم شماری بده. بله. بعد همجا طرف گفتم با جای ما گفتم شادروان گفتم استاد پای منیره حکیم رو گفتم بشینه گفتم. بله یادم هست. بعد گفت آفرین گفت احسن گفت روانی منیره حکیم شد باشد یادش. آمین. بله و اون زمان درباره زنگیری در اون برنامه حرف زده بودیم. نه جدا شده بودید شما از دختر خاله‌تان و گفتید که حالا مقصدی زن گرفتن ندارید و شاید بعد پیدا شود بعد حتما که زن میگیرید ان شاء و زن هم گرفتید خدا خواهد. بعد زنگیری یگون اینترویو یگون مصاحبه انجام ندادید با کسی؟ نه گفتن چند کس خیلی گفتن تو این بارک شاید تو یک خورده به ما این خیل اون خیل گفتم خیلی در توی صنعتکار بخبر باید بیای. در توی شما لیکن زمره سراینده های نامدار راویون همه رفتند. من میندار از همه شما که در توی ماندن خدمت کردن اصلا شما همه بسیار صنعتکارای استادانی رفتند. من میندارم از همه ایوا تازه میندارم تا وقتی هستم. همین سوال مقرریه که با مثلا دخترها میدین با پسرها میدین بعد ازدواج کردن میگن که خوش کرده ات رو گرفتی یا نه؟ من هم میخوام همین سوال رو پیشکش کنم. من خوش کردم گرفتم دیدم خوش کردم گرفتم فهماندم مثال که زندگی ما صنعتکارا همین خیلی است. مثال جوش میشه ما یک هفته نمیم تحصیل دیده تعلیم دیده است با معلومات عالی است. بله فهمید گفت هیچ گپ نگفت من راضی گفت نانی قاقانی بخوریم من در برم نانی ترانی بخوریم من در برد. خدا هر کس اخچه صافتیه. چند مدت گذشت از توی شما؟ 5 ماه قریب. 5 ماه. 5 ماه گذشت. 5 ماه. شما حالا علاهیده زندگی میکنید یا اینکه با والدین؟ یعنی اگه من یک بچه ام من که دیگه ای بای شرمای که مثال خودم علاهیده زندگی کنم این در شأن شرف یک فرزند بودن نمیارزد. بنویت باید واسه یک چخیل شده است واسه شناسا 5-6 فرزندی دارند مثال همه جدا میکنن یک تاش قطعی میسته. اگر من مثال با جای همون 6 فرزند میدم همون 6 فرزند همی در تی خدمت پای مادر پدر مادر میستودن. یعنی ایش میگفت نه من نمیرم اوش میگفت نه من نمیرم. برای چی نمیره؟ من باید یعنی همسر شما حالا در خدمت پدر و مادر شما است؟ بله هم خدمت خودم هم خدمت پدر و مادر. در شهر بختر؟ بله کوچیده نامدید تا هنوز؟ نصیب باشه خدا خواهد به نزدیکی میایم ولی خودم همین جایمو ان شاء الله خدا خواهد با یا که اونجا اومختن اینجا قوم مختن نیستن برایم قدر نیاوردم شونم اما در نقشه هست ان شاء الله خدا خواهد. خداوند بزرگ است. این مرگ با گولکی گوهر رحم نداره باور کنید. چون درباره کودک گوهره سخن گفتید یادم هست که سبب از دختر خاله‌تان جدا شدن این همون فرزنددار نشدنتان بود. بله برازگی گفتیم که همون سخن ها برازگی خود وای ما پای زندگی حالا یگان امیدواری هست ان شاء الله خدا خواهد هست. خداوند بزرگ است. خداوند بی نهایت بزرگ است. خداوند آدمی دوست داشته‌اش رو عذاب می‌دهد. خداوند آدمی دوست داشته‌اش رو در تویتون همون دختر خاله‌تان که سابق همسرتون بود آمد؟ بله آمد. در بین ما گفتم که اگه خفگری نیست آمد خدمت کرد
рақс кардем бо ҳамроҳи мо, хеле байни мо хеле хафагарӣ нест, ягон чи нест, рафт омад 100%. пушдоманатон буд ӯ низ омад. бале, ҳамдигар фаҳмиаст, ягон моҷаро нест. не ҳама 100%, ягон камбудӣ нест. хоҳам дар бораи ягон моҷаро бигӯед, лекин мекобам ягон моҷаро нест. Михаил ҷон, чӣ кор кунам? аз куҷо боз ҷустуҷӯ кунам? аз куҷоиш мефорад устод ҷустуҷӯ ки мара мефорад ки танқид бикӯи ва ҳамин бугум, барое ки ман бисёр дӯст медорам саволҳои кайф мекунам. як замони шуморо дидам гуфтед ки ҳоло барои фарзанддор шудан шумо роҳи табобатро пеш гирифтед бо ҳамсари нават. яъне чӣ тавр? ягон мушкиле ҳаст дар мушкили не, мушкили 100% камтар ҳама хинакӣ буд, ҳама хинакиро баровардем тамом. ҳами ту ёда бисёр рафтем, салидни мекунӣ охӣ. Ту ёда салидни мекунӣ дига ҳам шуруб табобат гирифтед? чӣ табобат гирифтед? лои дармонӣ кардед? ягон ҷо рафтед? куҷо рафтед? ин ҳами чӣ рафтед? баъд ба шифои ҳами чӣ? ҳами табобати хеле укол пукол небу, ба ҳами алафӣ. чӣ гуна алафҳоро хӯрдед? алафо дига намедонам, ҳамун одаме ки ҳамун алаф ҳаметия дига номша намега, гуфта бо клен ма назана, бароям қадар дига номашро намега. ки куҷо рафтед ки ба шумо алаф доданд? ҳамин душанбе пеш як кампир рафтем. кампир? фоида кард? саломатии одамизод дар дасти хичай, дар дасти духтур нест. аввал бигирем да, саломатии одамизод дар дасти духтур нест. шумо ки дубора оила барпо кардед, собиқ ҳамсари шумо оила барпо кард ё на? вай айпай зиндагии худаш буд, бале. ҳама ҳозир тактикчи на, ҳама айпай зиндагии он ҳам хуб, бале зиндагии он ҳам хуб, аллакай намедонам дигара ки вай айпай зиндагии худаш, мисол мони айпай зиндагии худамон. дар ӯ барномаи гуфтам ки худо хоҳад падару модар розӣ бошад, ҳамаш мешавад. ҳозир даволни 100%, ягон камбудӣ нест. ҳамаш ба томи санъаташ кам ҳамин соҳаи санъата хай мешавад, хеле бо разбор мекунем, бо ҷанг мешаванд, ба назар нагирен, бо мо хуб шидем. зукомет ман мефаҳмам, вале мухлисони шумо маро намебахшанд агар дар ҳамин барнома камак замзамаи шуморо нашнаванд. беҳтарин сухан кардем устод, ба худо. боз мегӯям, разборе ки мо кардем, ҷанге ки мо кардем, ҳамаи одам мешавад разбор мекунад. мо ку бегонаем, ака қатӣ додар разбор мекунад, додар қатӣ апа разбор мекунад, семия разбор мешавад, лекин бо хуб мешавад. тамошобинине ки маро тамошо мекунанд, суханоне ки ман гуфтам, илтимос ягонтатон фикри безеб накунед. падару модарро эҳтиром кунед, ҳурмат кунед, иззат кунед. дар хоки пои ҳамаи шумо сабқа моро ҳурмат мекунед, моро иззат мекунед. ман бисёр чиёро мехонам аз устод орзу, бисёр суханҳои хуб гуфтанд. боз ҳам бо ман кӯшиш мекунам ки ман намехоҳам ки дар комментариҳо нисбати ман ягон суханҳои қабеҳ шавад. ҳеҷ кор намекунад хай. суханони қабеҳ незани мани хирсанд. семья без родов не бивает. албатта. ҳеҷ кор намекунад. як суруд, кадом суруда бихонам? ҳар чӣ ки дилатон мехоҳад. ҳар чӣ ки писанди худатон аст. барои модар мехоҳам бихонам. беҳтарин. مادر به جهان اگر دسیبت زادی، نیکانی زیاد بزرگی به حد زادی. جایگاهی تو در بیش مادر تعیین، ابراهیم و یعقوب و محمد زادی. جایگاهی تو در بیش مادر تعیین، ابراهیم و یعقوب و محمد صلی الله علیه و سلم زادی. مادر تو خدا نه ولیکن چو خدا، با امر خدا تو جان عطا کردی مرا. در بدنی تو من جانی، در بدنی تو من نفس گرفتم با تو، من بی تو نفس نمی کشم در دنیا. مادر به جهان اگر مصیبت زادی، نیکانی زیاد بزرگی بی حد زادی.
جایگاهی شما در بیش در بیش در بیش در بیش ما در تعیین ابراهیم و یعقوب و محمد زادی. سلامت باشید میخائیل جان، شما موقع خودتان را علیه طالبان با همون سرودتان معین کردید و پشتیبانی نمودید مردم آزادیخواه پنجشیر را. بله همین طور؟ بله، این شعر را استادی عزیز آرزوی صاحب نوشتند. سلامت باشند. آهنگش مال کی است؟ آهنگش مالی استاد عبدالرحمن. بله عبدالرحمن. امروز 4 مصرعش میخوانم. پلنگ و شیرنی مردی وطن باش، چو احمد وای هم دردی وطن باش. اگر دورو بری کشور سیاهی است، چراغی در شبی سردی وطن باش. پلنگ و شیرنی مردی وطن باش، مردی وطن باشی. مردی وطن باش. خداوند کریم در خاندان همه شما خرسندی باشد. سال نو میلادی به همه شما مبارک باشد. خداوند کریم پیش صف باشید، در خدمت پدر مادر باشید و سوپر چهره خندان و کیسات و پولی دنگی. سلامت باشید. سپاس زیاد. واقعا هم همین 2 سال دشوار 2020 و 2021 اثبات کرد که آدم ها باید به هم دیگر مراسا کنند. بله. باید توحید در میان آدم ها باشد و من هم جانبدارم راضیم با سخنهای میخائیل و خوش به حال آن نفری که بعد یک ماجرای جسارت پیدا میکند، بخشش میپرسد، پوزش طلب میکند و مثلا دوستی و رفاقت و برادری را اعتراف میکند و بیا میگوید من این دستی من است، دستم رو بگیر. بله. گذشته ها رو فراموش میکنیم و دست میدیم به هم دیگر. این کار رو میخائیل کرد. سپاس. سلامت باشید. خداحافظی میکنیم. خیر.